نسبت زیاد نمودن نرخ نیروی برق حقیقتا امروز برای انشاءات‌های انرژتیکی و خدمت رسانی کارمندان شرکت برق تاجیک و مشتریان باید خودتر بهتر کردن ما نیاز به زیاد نمودن تعریف برق داریم، لیکن زیاد نمودن نیروی برق این از طرف این سیاست تعریف برق از طرف اجنتی ضد انحصاری حکومت جمهوری تاجیکستان برده می شود و در حالتی که از طرف اجنتی ضد انحصاری و دیگر وزارت اداره ها این مسئله در مورد بررسی قرار دارد و ما همچون اجرا کننده در حالت با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اگر نرخ زیاد شود در این حالت ما همچون اجرا کننده این قرار حکومت جمهوری رو عملی می نماییم. شما تعریف‌های خودتون را پیشنهاد کردید؟ ما پیشنهاد کردیم که دیده برآمده شود گروه کاری در این سمت کار کرده است. پیشنهاد شده شما را میتونیم گفتم مشخص این معلوماتی نیست که چقدر فایز اینا در نتیجه آموزش وزارت و اداره‌های داخلدار بعد فایز این معین میشه چقدر امکانیت است چقدر وضعیت اجتماعی مردم هم به نوبت گرفته میشه از طرف همه وزارت اداره.